نفقه فرزند. نفقه فرزند پسر از تولد تا 18 سالگی بر عهده پدر هست. اگر بعد 18 سال پسر مشغول به تحصیل باشه، باز هم نفقه‌اش بر عهده پدر است. نفقه دختر از تولد تا ازدواج بر عهده پدره. اگر دختر مشغول به کار شده باشه، نفقه از عهده پدر خارج میشه. در صورت فوت پدر، پرداخت نفقه بر عهده پدر بزرگ یا جد پدری هست. اگر پدر بزرگ یا جد پدری فوت بشه یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشه، نفقه بر عهده مادر و بعد از اون بر عهده اجداد مادری هست. در صورت استطاعت مالی پدر و کوتاهی اون در پرداخت نفقه، چنانچه فرزند شکایت به دادگاه بکنه، با پدر برخورد قانونی شده و به حبس محکوم خواهد شد. برای تعیین نفقه فرزند، دادگاه این موضوع رو به کارشناس مربوطه ارجاع میده و بعد از بررسی وضعیت مالی پدر و رابطه او با فرزند، میزان نفقه فرزند مشخص میشه. این مبلغ برای همه یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط زندگی افراد متفاوت می باشد.